ژوتا پاس میده به ویلیامز میخوره به تیر در ادامه آرنولد نمیتونه کاری کنه ژوتا پاس میده و رونالدو گل اول این مسابقه رو به ثمر میرسونه. ویلیامز نمیتونه توپ تبدیل به گل کنه، آرنولد هم نمیتونه و در ادامه رونالدو پاس ژوتا گل میکنه. اینجا دوباره رونالدو گل دوم واسه رونالدو دو گله میشه و دبل میکنه در این بازی. ببینید در ادامه میتواند بیشتر گل بزنه و اینجا مسی آلواز به پاس خوب واسه مسی انداختن، مسی نتونست استفاده ببره و رونالدو هم مصدوم شد. اینجا آرنولد یه پاس واسه گارسیا گل سوم. بازی تقریبا تموم شد، دیگه فکر نکنم بتونم این نتیجه رو برگردونم. گارسیا سه میکنه و بازی تموم شد. لایک و سابسکرایبش فراموش نشه.